بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام و احترام دارم خدمت تک تک شما وطندارای عزیز، همزبانهای گرامی ما، پدران و مادرای مهربان و فامیلای گرامی که همیشه بیننده گزارش‌ها و برنامه‌مان از گوشه و کنار کابل، هم از چینل منصور احمدی و همچنان از چینل فوریو هستین. هر کجای دنیا هستین، هر کشور هستین، دور از گزند و روزگار باشین و هر لحظه زندگی به کام دلتان باشه. بیننده‌های عزیز، شما را به یکی از پلیلیست‌های خاصمان در چینل فوریو خوش آمدید میگم. ما امروز آمدیم به سایه سلیم کاروان، چهارراهی سلیم کاروان هستیم و قسمی که شما میفهمین هر ساحه کابل ما و شما ارزش ثبت گزارش داره، ارزش داره که برای شما ایزان تصویر گرفته شود و چون اکثرا چهارراهی کابل ما و شما همکارای رسانه‌ای ما کمتر ازش گزارش دارن و شما کمتر این منطقه را به تصویر دیدید. به همین خاطر ما این پلیلیست را ایجاد کردیم تا چهارراهی‌های شهر کابل، ساحه کلیدی شهر کابل برای شما ایزان در قالب ویدیوهای کوتاه به تصویر بکشید. قسمی که گفتم من فعلا در چهارراهی سلیم کاروان هستم. این سره که شما میبینین مستقیما میره به طرف چهارراهی شهید، چهارراهی شهید هنگرا و منطقه هم شما میبینید دو طرف هست، بلاک ها هست و این منطقه را که شما میبینید بلاک های سلیم کاروان برش میگن. وانا لوحیش هم زدگی است، محوطه بلاک های رهایشی است که اکثرا فامیلا و اجزا در این منطقه حتما زندگی کردن. اگر بینده گزارش ما هستین در این منطقه زندگی کردین، حتما دیگه این ساحه را به یاد دارین. و یک سرک دیگه که در این استقامت شما به تصویر میبینین محترا از سمت شامداره است. این سرک هم به طرف قلعه فتح الله میره، یک سایه کلیدی کابل ما و شما که حتما یکی از برنامه اختصاصی یا شارت ویدیو ما رو در قالب شما بیننده بدید. و سرک دیگه که مقابل ما از نور آفتاب و مست ممکن تصویر ما زیاد مناسب نباشه، این سرک هم میره به طرف چهارراهی تیمنی سابقه، از او گذشتهش چهارراهی برکی، موترهای شار، کوته سنگی، کلا دینمی استقامت، دینمی مسیر هست و من دیگه شاید متوجه تغییرات در این منطقه نشده باشم، چرا که ما هستیم در کابل هستیم، همیشه ساحه کابل را میریم برای شما گزارش و برنامه ثبت میکنیم، ولی این منطقه را تغییراتش شما بیشتر از من متوجه میشید. اگر از قدیمای کابل بوده باشین یا چند سال قبل در اینجا رفت آمد کرده بودین، این منطقه تان بوده، حالا که به تصویر دیدین حتما متوجه شدین یک سلسله تغییرات نه بخواین نخواین اکتیدات تعمیرات شاید نو بوده باشه. مثلا در این راسته تعمیرات سلیم کاروان که کلش از سابقه است، این شما هم بیاد دارین، ولی در این مسیر یک چند آپارتمان، چند بلند منزل جور شدگی است که یا ممکن تا اینمی 10 سال گذشته ساخته شده باشه. شهر کابل ما و شماست معمولا تغییرات خرد و بزرگ خودش هم داشته باشه، کم کم شهر ما و شما در حال بازسازی هست دیگه. امیدوار هستم با این منطقه کابل بیشتر آشنا شده باشین. این بود برنامه کوتاه ما از ساحه سلیم کاروان، منطقه را براتون به تصویر کشیده. انشالله شما پلیلیست ما را، چینل ما را بینده باشین، دیگه چهارراهی کابل هم براتون به تصویر میکشیم. یک دنیا سپاس که همیشه بیننده برنامه و گزارش های ما هستین. بدرود تا دیدار بعد.